امروز شما مشخصا با آقای تاج گفتید اگه نمیتونید. من همین الانم میگم آقای تاج نمیتونی برو، بعدا من از تیمو میکشم بیرون، آقایون راحت برن به اصطلاح بازیاشون انجام بدم. آقا این بحثو جمع کنید، به خدا قسم دیگه گندش همه جا رو گرفته. آقای تاج واقعا گندش همه جا رو گرفته. من زنگ میزنم با آقای تاج داوری‌ها رو میبینید دارن مهندسی میکنن. آقای تاج برمیگرده به من میگه که مثلا آقایون موزی خودتون برید با داورو بشینید صحبت کنید حلشون کنید. به من گفت من اون کارو بلد نیستم. آقای نه با داورا به اصطلاح آقای تاج من اون کارو بلد نیستم. این گندخونه رو درشو ببندید. من میگم فردا منو ببرن هر کاری میخوام بکنم مشکلی نیست. دارم اینو از دهن آقای تاج شنیدم. این حرف درستی نیست که برید با داورا صحبت کنید. مگه اون یکی تیم‌ها میرن میبینن؟ باره به قول پارسال گفتم یا یاره. مثلا یه داوری رو توی بازی ملوان زام حسبی محروم کردن. درسته؟ خب همون با داور تو بازی ما گذاشتن سرمونو برید. استقلال توی چیز دو هفته پیش سر اونا رو خورید. همون داور برای چیدمون به رقبای مستقیم نتیجه نگیرن. بله من نمیدونم اینا از آقایون بپرسید، ولی من تا با سوال نکردم که به اصطلاح پسر وزیرتون به اصطلاح توی رستوران مینشست طراحی جام میکرد واسهتون، به اصطلاح اونجا مهندسی میکرد. پسر وزیر ورزش وقتی بله آقای سلطان کجاست؟ من تعارف ندارم. سر چند تا تیم بریدای به اصطلاح آقا پسر آقا زاده. بابا بس کنید فوتبال بذارید مثلا تو حال خودش چیز کنه. این مدیریت کردن نمیخواد. هوادار رو به اصطلاح یه درو به اصطلاح کوچ کنید برید تو استادیوم های مختلف چیز بدید، شعار بدید.